یه تصور شوکه کننده سفر به ایران با پاسپورت ترک برای یه تبعه ایرانی. یه تصور عجیبی رو ما اخیراً داریم از بعضی از دوستان میشنویم، میگن که مگه غیر از اینه که اتباع کشور ترکیه میتونن بدون ویزا به ایران سفر بکنن؟ خب ما هم تمایل داریم که به جای اینکه با پاسپورت ایرانیمون بریم ایران، با پاسپورت ترکمون بریم ایران. دوستان، این کاری که میخواین انجام بدید میدونید که چه تبعات جبران ناپذیری برای شما داره؟ شما با پاسپورت ترکتون به هر جای دنیا غیر از ایران میتونید سفر کنید. به هر جایی غیر از ایران. به کشور خودتون که با پاسپورت کشور دیگه نمیتونید سفر بکنید که. این خیلی موضوع مهمیه ها. من خواهش میکنم به هیچ عنوان چه این اشتباهی رو انجام ندیم. شما در سیستم کشور ایران صورتتون، مردمک چشتون، اثر انگشتتون، همه اینا ثبت شده. شما به هیچ عنوان اجازه ندارید که با پاسپورت کشور دیگه وارد خاک ایران بشید. این موضوع در صورتی که در ایران متوجه بشن، که به احتمال بسیار بالا متوجه میشن، بسیار بالا، به نظر من بیش از 99% متوجه خواهند شد، تبعات بسیار سنگین و جبران ناپذیری برای شما عزیزان داره. اگر میخواید، یعنی اگه پاسپورت ترک گرفتید، میخواید به ایران سفر بکنید، حتما با در دست داشتن گذرنامه ایرانیتون این کار رو انجام بدید. اگرم میخواید به ترکیه سفر بکنید، در هنگام ورود به کشور ترکیه حتما با گذرنامه ترکتون وارد بشید. به این نکات توجه ویژه داشته باشید و اگر خواستید کارایی مثل این پر ریسک انجام بدید، حداقل یه سوال ساده از ما بکنید. همکاران من بدون دریافت هیچ گونه هزینه‌ای با جان و دل به سوال شما جواب میدن که خدایی نکرده مشکلی برای شما عزیزان پیش نیاد.